تو هم داور کارت زرد اول حسن شوشتری و تا لحظه پنالتی آخر زومان تصمیمای عالی آیزمه میگیره. یک خطاست. اگر قرار باشه اخطار بگیره باید بی‌پروایی باشه که نیست. بی‌پروایی نیست و قطع حمله مؤثر به دلیل 3 مدافعی که اونجا بودن نیست. اخطار بی‌مورد در این صحنه. پس اخطار اول غلط بود. اینجا اخطار هیچ دلیلی برای اخطار وجود نداره چون نه بی‌پروایی نه قطع حمله مؤثر. یک بار دیگه صحنه رو ببینیم می‌بینیم 3 مدافع دیگه هم نزدیک این بازیکن، یعنی هیچ حمله مؤثری شکل نمیگیره. خب بریم سراغ صحنه بعد. خطا بود، خطا و اخراج چون بالای مچه بازیکن. اگه اون پاشو نگاه کنید پاشنه پای بازیکن قرمز بلند میشه، میبینید این یعنی با تمام بدن داره نیروی اعمال میکنه مچ پای بازیکن. این نکته است. ببینید این همون نکاتی که کاملا کشیده. شما اون پای بازیکن نگاه کنید. بله رو پنجه است. کاملا بدن با تمام بدن داره نیرو رو به جلوی بدن. بله این پنالتی دیگه در فضای مجازی اینقدر همون صحنه شده که جای هیچ دفاعی نداره. عجیب اتفاق افتاد. اصلا جای هیچ دفاعی نداره به این دلیل که به پای بازیکن کاملا رو کفش بازیکن نه تنها پنالتی بلکه کارت زرد. آقای وحید سیفی هم کمک خیلی خوب داره دقت میکنه که ببینه. بله اصلا من عرضم همین بود، کمک 1 و 2 آقای علی اکبر نوری و وحید سیفی خیلی با دقت عمل می‌کردن. از مواردی است که تصویر خیلی واضح داره نشون میده این صحنه رو که پنالتیه. این هم پنالتی و هم کارت زرد داره به خاطر اینکه ضربه که رو کفش بازیکن وارد میکنه. سوال ما اینه با بودن VAR که داور رو خواسته اومده صحنه رو بازبینی کرده چرا پنالتی گرفته نشده؟ خیلی واضحه، تصاویر کاملا مشخصه.